مطابق قرارهای مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزاده از 2 اپریل سال 2018 دعوت پنجم تحت رقم 163 اوید به پیش از مهلت قد نمودن وکالت وکیل از حوزه انتخاباتی استقلال ده سلامزاده سجاودین و قرار تحت رقم 164 درباره تعیین نمودن انتخابات در حوزه انتخاباتی استقلال ده اوید به انتخابات وکیل مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزاده به عوض وکیل خارج شده و در اساس ماده 25 و 48 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان به مجلس‌های محلی وکیلان خلق روز 1 ایول سال 2018 در حوزه انتخاباتی استقلال ده انتخابات اوید به انتخاب وکیل به مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزاده نامزده خالقزاده صلاح الدین شریف انتخابات برگزار گردید. در این حوزه 4380 نفر آوازدهندگان به قید گرفته شده بودند که از این شماره 4228 نفر به جانبداری خالقزاده صلاح الدین شریف آواز دادند که 96.5% را تشکیل می‌دهد. در اوچسکه رقم 25 2480 نفر آوازدهنده می باشد. از همین زنها 1244 تا، مردها 1236 تا. یکم بار آواز میدادگی ها 48 نفر می باشد. تا ساعت من همین روز تا ساعت 10 674 نفر آواز دادند. در واقع برگزاری انتخابات وکیل مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزاده به عوض وکیل خارج شده در حوزه انتخاباتی استقلال از ساعت 6 صبح آغاز گردیده تا ساعت 20 شام برگزار گردید و در اینجا رای دهندگان آزادانه به نامزد ارزنده خیش آواز دادند. باید ذکر نمود که وکیل پیشبری شده خالقزاده صلاح الدین شریف میتواند من بعد با رای دهندگان ملاقات و صحبت ها انجام داده دایره برطرف نمودن معما و قضیه های در محل جای داشته با آنها کاربری نماید و برای آبادی وطن عزیز خود سهم ارزنده گذارد. من رئیس حوزه انتخاباتی استقلال ده نگمت ولی محمد از جماعت دیهات نوآباد می باشم. امروز خیلی که دیده شده در تاریخ 1 ایول انتخابات نماینده از حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان در ترسونزاده امروز روزی یعنی انتخابات می باشد. ما حوزه انتخاباتی ما از 4380 نفر آوازدهندگان عبارت است و از دو دهه یعنی از دو اوچسک انتخاباتی یک اوچسک انتخاباتی رقم 18 که از دهه‌های استقلال 1 2 3 عبارت می باشد و اوچسک انتخاباتی رقم 25 که از دهه‌های تیمورملک 1 2 و دهه شلون را در بر میگیرد. اوچسک انتخاباتی رقم 18 1900 نفر آوازدهنده دارد که علاوه زیاده از 1200 نفرشون آمده آوازهای خود را با طرفداری همین نماینده داده رفتند. دهه اوچسک انتخاباتی رقم 25 نیز همین خیلی می باشد. قریب 65-70% اهالی آمده آوازهای خود را داده رفتند. ما برای پیشرفتی یعنی آبادی خلق، آبادی دهه، آبادی دهات و آبادی جمهوری تاجیکستانمان تحت بیرق حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان دائم به پیش حرکت میکنیم و دائم در خدمت خلق میباشیم. من دپوتات نیز از شبکه برقی ترسونزاده میباشند بسیار نماینده خوب. من باوری کامل دارم که برای خلق وطن خدمت خود را میکنند. انتخابات مجلس وکیلان خلق شهر ترسونزاده در حوزه انتخاباتی استقلال ده به طور آشکار بیانی برگزار شده در وقت معین شده به انجام رسید.